زنی که مرد را در جایگاه خوابش راضی نمیکند بلکه باز شرط ها میماند، آیا او را در این حالت زدن، دشنام دادن جایز است یا نه؟ اصلا پیغمبر خدا میگه این من حق زوج علی زوجتی اذا ارادها علی نفسها و هی علی ظهر بعیر ان لا تمنعه. یک حقی مرد بالای زن چی هست؟ پیغمبر گفتن اگر زنی که بالای اشتر سوار باشد، ممکن بالای اشتر در سوار است، خانه پدرش رکی است یا خانه مادرش رکی است، همین حالت در میگه که مرد اشتهاش آمد. حبیب خدا چی گفتن؟ اگر گفتن اشارش کنه که نزد من بیا، باید از اشتر فرامده مرد راضی کنه. در همون حالت یعنی از اشتر برای چی میگوید؟ محدثا میگن برای چی اینجا اشتر ذکر کرد؟ زیرا میگد از اشتر فرامدن بسیار